در دنیا رازهای خیلی زیادی وجود داره که با برملا شدنشون میتونن زندگی کلی انسان رو تغییر بدن. حالا غارها هم یکی از اون مکانهایی در دنیا هستن که میتونن رازها و چیزهای خیلی زیادی رو درونشون پنهان کرده باشن و من امروز قراره 3 تا از اون چیزهای وحشتناکی که درون غارها پیدا شدن رو به شما توضیح بدم و اگر شما هم دوست دارین راجع به این چیزهای جالب و وحشتناک بدونین تا آخر ویدیو با من همراه باشین. اما قبلش فراموش نکنید کانال رو ساب کنید و ویدیو رو لایک کنید. خیلی ممنونم. حالا بریم سراغ ویدیو. التیو. معادن پوتوسی در کشور بولیوی از بزرگترین معادن نقره در جهان هستند که در قرن 16 حدود 60% از کل نقره جهان فقط با استفاده از همین معادن تامین شده. حالا این معادن پوتوسی علاوه بر اینکه خیلی با ارزش هستن، خیلی هم گسترده و بزرگن و اینطور که به نظر میرسه رازهای خیلی زیادی رو درونشون پنهان کردن که یکی از این رازها این مجسمه‌ای که میبینید یعنی التیو. مردم محلی شهر پوتوسی اعتقاد دارن که در واقع این مجسمه یا همون التیو یه روح شیطان مانندیه که به دنیای زیرین حکومت میکنه و از کارگرای معدن محافظت میکنه و بعضی اوقات هم که از چیزی ناراحت میشه شروع میکنه به تخریب کردن و از بین بردن همه چیز. به خاطر همین مردم محلی همیشه تمام تلاششون رو میکنن که التیو رو به نحوی راضی و خوشنود نگه دارن که یکی از راهکاراشون برای خوشحال کردنش پیشکش کردن یه سری مواد خوراکی و نوشیدنی برای التیوست. و مسئله جالبتری که راجع به التیو وجود داره اینه که هیچ کس دقیقاً نمیدونه همچین مجسمی چطور تو اون معادن ساخته شده. فرشته مرگ. در سال 2021 یوتیوبر ماجراجو به نام مایک تصمیم میگیره برای بررسی ششمین غار بزرگ جهان به اوکراین سفر کنه. مایک در اوکراین به همراه چند کاوشگر دیگه به غار بزرگ میرن و شروع میکنن به گشت و گذار و بررسی درون غار. خلاصه بعد از 5 ساعت گشت و گذار و سختی یه دفعه یه مجسمه مرموز و عجیب نظر مایک و تیمش رو به خودش جلب میکنه. مایک و تیمش که تقریبا هیچ جوابی برای این سوال که اون مجسمه چطور اونجاست پیدا نمیکنن، تصمیم میگیرن دور اطراف رو بیشتر بررسی کنن که یه دفعه باز هم 2 تا مجسمه عجیب دیگه که یکیشون به شکل یک کارگر معدن و یکی دیگه‌شون به شکل فرشته مرگ بوده، نظر مایک و تیمش رو به خودش جلب میکنه. مایک و تیمش که به شدت حالا متحیر شده بودن تصمیم میگیرن دیگه بیشتر از این تو غار مرموز پرسه نزنن و تا اوضاع بدتر نشده از غار خارج شن که خلاصه موفق میشن به سلامت از غار بیان بیرون. اما خب پس اون مجسمه‌ها چی بودن؟ بعد از خارج شدن از غار مایک و تیمش سعی میکنن یه جوری اصل ماجرا رو بفهمن که با کمی پرسجو از مردم محلی میفهمن که در واقع اون مجسمه‌های مرموز به دست چند تا غارشناس در سال 1966 ساخته شدن. اما خب سوالی که باز هم پیش می اومد این بود که چند تا غارشناس چطور تونسته بودن همچین چیزای عجیبی رو تو عمق 198 متری غار بسازن؟ خیلی عجیب به نظر می رسید. اما خب این سوالی که از اون معماهایی شد که مایک و تیمش هیچ وقت موفق نشدن جوابش رو پیدا کنن. مجسمه وودو. یه روز همینطور که 2 تا دوست مشغول قدم زدن و پیاده‌روی بالای کوه بودن، یه دفعه یه مجسمه کوچیک انسان نما که تو چشماش میخ کرده بودن و به گردنش هم طناب بسته بودن، توی یه غار کوچیک نظر این 2 تا دوست رو جلب میکنه. چه به گفته خودشون یکی از دوستا با دیدن مجسمه حس بدی بهش دست میده و تصمیم میگیره زیاد نزدیک مجسمه نشه. اما یکیشون اونقدر کنجکاو میشه که تصمیم میگیره بره جلوتر و مجسمه رو برداره و با خودش ببره خونه که خب این کارو هم میکنه. 2 روز بعد اون دوستی که مجسمه رو برداشته بود به کسی که برنداشته بود زنگ میزنه و میگه اتفاقات خیلی ترسناک و بدی در حال رخ دادنه. اون میگه هر سری که مجسمه رو یه جا میذاره انگار مجسمه حرکت میکنه و سر جای قبلی خودش نمیمونه. همینطور اون میگه خونش مدام بوی موندگی و فساد میده و دیگه واقعا نمیتونه تحمل کنه و داره دیوونه میشه. دوستی که مجسمه رو برنداشته بود با شنیدن حرفای رفیقش بهش یه پیشنهادی میده. اون میگه که بهتره مجسمه رو بذاره توی یه صندوق و اون صندوق رو به همراه مجسمه بفرسته به شخصی به نام گرگ که به همراه همسرش در تلاشن که نیروی ماورا رو کنترل کنن که دوستش هم همین کارو میکنه و خلاصه بعد از کلی بدبختی بالاخره موفق میشه از شر اون مجسمه شیطانی خلاص شه. خیلی خوب، اینم بود از چیزای ترسناکی که درون غارها پیدا شدن. امیدوارم لذت برده باشین. اگر که اینطوره حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید و نظراتتون رو برام کامنت بذارید. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.